با شما باز انیمیشنیک است با ویدیو درسی نوبتی. خب چخیلی که میدونید شخصانی که از ویندوز 7 و ویندوز 8 یا که با ویندوز 10 میگذارد یک کمبودی جدی آنها را انتظار است که یا اینکه ویندوز 11 میگذارند این کمبودی هم باشد منوی آغاز یعنی منوی پوسک است که آنها با دیگر اصول ساخته شدند. اگر با ویندوز 7 نظر کنیم و با ویندوز 8 و با ویندوز 10 نظر کنیم منوی آغاز آنها گوناگونند. مثال میگیریم در ویندوز 8 باشد که حاضر در کامپیوتری من است منوی آغاز آن تماما دیگرگونه است. خیلی که میبینید این خیلی پیدا میشد و در ویندوز 7 باشد در همین کجی پیدا میشد و ویندوز 10 دانیست همین خیلی است و کمتر دیگرگونه است. خب ما برمیگردیم با میزیکوریم. برای همین این درس رو ما آغاز میکنیم با یعنی ترتیب دادن به شخصانی که میخوان ویندوز 8 خود را یعنی منوی آغاز های آن را به مانند ویندوز 7 کنند. برای این اگر شما ویندوز 10 یا اینکه ویندوز 8 زده میخواید که منوی آغاز شما یعنی پوسک شما با پیشتره به مانند 7 باشد از اینترنت شما میتونید که برنامه کلاسیک شل را اسکچت کنید و این برنامه رو شما میتونید از آنجا اسکچت کرده در کامپیوتر خود گذرانید و این رو موزیر نصب میکنیم با کامپیوتر خودمون و با یاردمی این ما میتونیم که منوی پوسک را با مانند ویندوز 7 کنیم. خب چخیلی که میگید ما داله در اینجا لیسانسیا را قبول میکنیم. در اینجا باشد چخیلی که میبینید یک چند چیزها رو با ما پیشکش کرده ایستاده است. چون اپدیت با ما یک با ما میگیم که اینش در کور نیست کلاسیک ای فقط از اینجا ما کلاسیک استارت منو رو انتخاب میکنیم. وقتی که کلاسیک استارت منو رو انتخاب کردیم این همون استارت یعنی از انگلیسی پوسک با روسی پوسک میشد و تاجیکی میشد آغاز و این رو ما استانوفکا میکنیم. استانوید بعد یک چند لحظه این نصب میشود و کامپیوتری ما یعنی استانوفکا میشود. کامپیوتر من کم کم چسبانده ایستاده است. این از آن سبب است که برنامه ضبط اکران به کور رفته ایستاده است. برای همین کامپیوتر کم باشد میچسباند. اگر این برنامه نمیشد یعنی ضبط اکران کامپیوتر من نمیچسباند. الکی میگوید که برنامه تیار است و تکمچه گاتوا را پخش میکنیم. اینجا در اونجا تکمچه داکومنتاسیا که قبل ما این کار نکرده بودیم یعنی حجت نگاری همین برنامه رو با ما پیشکش میکنه. این با ما نیست محکم میکنیم. خب از اینجا که چخیلی که میبینید منوی پوسک ما خب این گونه است. الکی چخیلی که بعد این است پیون با ما الکی معلوم شد این در با طور اتوماتیک گرفتیم رو با ما با مانند پیشتره کرد یعنی با ویندوز 7 مانند کرد و اینجا رو که باشد ما میتونیم انتخاب کنیم همچون با این طرز
با این طرز بیاین که با این طرز و خود ما کدام نوع معقول است. هرچی خیلی که میبینید در اینجا همچون ویندوز 10 پیدا شد. 10 начальный ورسیونشون که این خیلی هم باشد به من معقول است و همین نیست. خب با این بود این درسمون اینجا ما با آخر میرسونیم. شاید پیروز باشه تا درس های دیگر.